توجیکان در آینه تاریخ. صحیفه توجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش‌ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ را از موضوع قنات مرد و ستون پایداری دولت ادامه می‌دهیم. ذات اسب‌های باختری در جریان لشکرکشی‌های اسکندر مقدونی به یونان زمین راه گشوده در اینجا با نام اسب‌های فارسی شهرت یافتند. این اسب‌ها بیشتر برای سواری حاکمان و سرلشکران و پایگاه و اسب‌تازی‌های میان اشرافان که در یونان و ریم قدیم صورت می‌گرفت استفاده می‌شدند. دیرتر این اسب‌ها از یونان و ریم به دیگر مملکت‌های اروپا پهن شده برای لشکرکشی‌های بربری‌ها و اهل صلیب زمینه مساعد فراهم آورد. یکی از ذات‌های خیلی مشهور و آوازه‌دار اسب‌های سواری و جنگی اسب‌های عربی یا تازی میباشند که در اصل سراولاد اسب‌های عربی همان اسبان خطلی یا خطلانی میباشند که کلی سیاحان و واقعه‌نگاران عرب چنان که بالاتر ذکر گردید در توصیف آن مدحیه‌ها گفتند. ذات اسب‌های عربی در نتیجه جفتی کنانیدن اسب‌های خطلانی و دیگر نمود اسب‌های آسیای میانگی، اخالتکینی، قراباهری با ذات اسب‌های قسمت شمالی افریقا پیدا شده است. اسب‌های بدو عربی دیرتر در اروپا همچون اسب‌های جنگی شهرت پیدا کرده در فرانسه، انگلیا، اسپانیا و مملکت‌های دیگر پرورش یافتند و با همین وسیله به علم اسب‌شناسی وارد گردیدند. تا شهرت یافتن ذات اسب‌های سواری انگلیسی، اسب بدو عربی در سراسر اروپا مخلصان زیادی داشت. در پیدایش نسل اسب‌های آوازه‌دار انگلیسی نیز خدمت ذات اسب‌های نیاگان تاجیکان خیلی کلان است. زیرا انگلیس‌ها در طول یک چند عصر هندوستان را چون مستملکه نگاه داشته به واسطه از حدود بلخ و افغانستان کناره‌های امارت بخارا یا قلمرو هندوستان اسب‌های خوش‌ذات را به انگلیا می‌فرستادند. در نتیجه تقریباً 200 سال از این مقدم بر اثر جفتی کنانی اسب خوتلانی، اسب بدو عربی و اسب اسپانی و نئاپولیتانی ذات اسب انگلیسی پدید آمده است. عموماً هنگامی در بابت ذات اسب‌ها سخن راندن، اسب‌های خوش‌ذات باختری و تخاری و خطلانی را از مد نظر دور انداختن امکان ناپذیر است. زیرا این اسب‌های خوش‌ذات و زیباپیکر در پیدایش ذات اسب‌های آذری، اخالتکینی، قراباهری، ترکی، کوستانایی، علل خصوص ذات اسب‌های عربی و انگلیسی سهمی مناسب دارند. می‌توان گفت که در نتیجه گسترش یافتن سیاحت‌های بحری، کشف کردن قطعه‌های نو و گشوده شدن راه‌های بین قطعه‌ای نقلیات آبی در عصرهای 15 و 16 سودای بحری رواج یافته. اهمیت شاهراه ابریشم و دیگر راه‌های کاروانگرد رو به کاهش می‌آورد. مرکزهای تجارتی و نقطه‌های بزرگ سودا از چهارراه‌های کاروانگرد به بندر و خلیج‌های خرد و بزرگ کشتیگرد می‌کوچند. به هند و چین و به دیگر ممالک مغرب و مشرق نظر به اسب اشتر با کشتی‌های بادبانی رفتن آسان‌تر و کم خرج‌تر می‌گردد. در نتیجه قدر و قیمت اشترهای کاروانگرد باختری و اسب‌های آوازه‌دار در پیمودن راه‌های دور و دراز بین قطعه‌ای تجارتی کم شده تشبث به دست تاجران و سوداگران راه‌های بحری می‌گذرد. دیرتر بر اثر اختراع شدن پروازهای بوغی، اتومبیل‌ها، هواپیما و چرخبال‌ها شکل‌های نو و مکمل‌تر علاقه بین قطعه‌ای و رفت‌وآمد میان مملکت‌ها پدید آمده در طول 100 ساله اخیر جای اسب و اشتر را خیلی تنگ کردند. ولی به همه این نگاه نکرده در شرایط بلندکوه تاجیکستان
اسب یا ریاوری بی‌بدل ساکنان دهات بوده صدها مشکلات آنها را آسان می‌گرداند. در جهان امروزه پایگاه و مسابقه های اسب‌تازی یکی از نمودهای خیلی پسندیده ورزش به شمار می رود و اسب‌های خوش‌ذات تیزتک و دوند با نرخ خیلی گران خریداری می شوند. بعضا نرخ اسب‌های در مسابقه ها غالب آمده از صدها هزار تا به میلیون ها دلار می رسد. مثلا چند سال پیش Allegan نام اسب ذات انگلیسی که از 10 پایگاه اسب دوانی در 9 تایش غالب آمده بود از جانب ثروتمند با نرخ 16 میلیون دلار آمریکایی خریداری گردید. می توان گفت که با این مبلغ امروز 5000 ماشین پر اقتدار خریدن ممکن است که نیروی محرک هر کدام آنها با 100 قوه اسب برابر می باشد. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ در موضوع قنات مرد و ستون پایداری دولت ادامه دارد.